طرز خواندن نماز عید رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. در این نوار خواستیم طرز خواندن نماز عید رمضان را به شما پیشنهاد کنیم. نماز عید رمضان بر گردن هر مسلمان بالغ و عاقل واجب می باشد که آن در عیدگاه ها یا در مسجدها با جماعت خوانده می شود. وقتی نماز عید رمضان از برآمدن آفتاب به مقدار 1 نیزه تقریبا نیم ساعت تا وقتی در آمدن نماز پیشین می باشد. نماز عید رمضان از 2 رکعت عبارت می باشد که طرز خواندنش چنین است: امام و مقتدی ها نیت انجام دادن 2 رکعت نماز عید رمضان را می کنند. بعد از آن تکبیر گفته می شود که دستان تا برابر گوش ها برداشته می شوند و بعد از آن دست راست در بالای دست چپ به زیر ناف گذاشته می شود. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الصراط
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. این بود طرز خواندن نماز عید رمضان یا عید فطر از نگاه مذهب حنفی. خداوند از ما و شما این نمازها را قبول گرداند و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.